با سلام و درود خدمت دوستان و بینندگان عزیز این کانال. من قصد دارم در یک سلسله ویدیوها نحوه شرکت در آزمون و یا امر راهنمایی شرکت در آزمون تئوری گواهینامه رانندگی به زبان آلمانی را برای فارسی زبانان مقیم آلمان به نحوی ارائه بدم و آموزش بدم در حد توان خودم، چون که من در سال 2022 خودم آزمون گواهینامه را شرکت کردم و با نمره عالی قبول شدم و هرچند هر سال تعدادی از سوالات تغییر یا اضافه میشه، ولی خب این جای هیچ نگرانی نداره. و یه چیزی هم عرض میکنم، پیشنهاد من اینه که دوستان حتما به زبان آلمانی آزمون بدن، هم برای زبان آلمانیشان خوبه، هم و مسلط تر میشن، هم با قوانین به زبان آلمانی آشنایی پیدا میکنند. خب دوستان، موضوع بحث ما آزمون آیین‌نامه رانندگی کلاس B هستش که شامل دو سطح پایه‌ای و سطح اضافه افزودنی یا مازاد، Grundstoff و Zusatzstoff کلاس B، که هر کدام از این دو موضوع، دو سطح، شامل سوال‌های خاصی هستند. Grundstoff که برای تمام کلاس‌های رانندگی گواهینامه مشترکه، ولی Zusatzstoff هر کلاسی از گواهینامه مختص به خودشه. خب این موضوعات در سطح پایه یا Grundstoff شامل Gefahrenlehre، Verhalten im Straßenverkehr، Vorfahrt und Vorrang، Verkehrszeichen، Umweltschutz، Eignung und Befähigung von Kraftfahrern. یعنی موضوعات یا آموزش خطرها، رفتار در ترافیک خیابانها، حق تقدم و اولویت، علائم راهنمای رانندگی، حفاظت از محیط زیست و صلاحیت و شایستگی رانندگان. و در سطح سوالات اضافی یا Zusatzstoff کلاس B هم همونها را داریم، به اضافه مقررات مربوط به نحوه استفاده از وسایل نقلیه و فنی. حالا بعضی ترجمه ها ممکنه مطابقت نداشته باشه، ولی خب من توضیح میدم. تکنیک یعنی فنی اتومبیل. Vorschriften über den Betrieb der Fahrzeuge، یعنی مقررات مربوط به نوع استفاده از وسایل نقلیه یا همون پیش نیازهای لازم برای کاربری وسیله نقلیه. خب دوستان، بریم سراغ سوالات. این مرحله که همون قسمت Gefahrenlehre است، 166 سواله که خودش زیر مجموعه‌ای داره که زیر مجموعه اولش 13 سواله. هر سوال یه شاخصی داره و یه نمره‌ای داره، شاخص و نمره یا شماره سوال. خب دوستان، این اپ میتونید از تو گوگل استور یا گوگل پلی پیدا کنید و نصبش بکنید. عین همین ها رو در موقع آزمون برای شما
روی تبلت ارائه میدن و بایستی جوابها رو انتخاب کنید. بعضی جوابها ممکنه یک پاسخ درست داشته باشن، بعضی ها 2 تا مثل این، بعضی ها 3 تا. دیگه بایستی یاد بگیرید و پیش برید. و این علامت دایره که یه علامت aufrufezeichen یا همون علامت تأکید یا تعجب خودمان توشه. اگر نسخه پرو یا پیشرفته اپ خریداری بکنید، روی این کلیک کنید، قانون مرتبط با این سوال هم به شما ارائه میده. البته خریدن اپ هم چیز زیاد گران نیست، در حدود 6-7 یورو یه چیزی تا اونجا که تو ذهنم هست. توصیه میکنم که استفاده بکنید در گوگل استور. حالا در اندروید، سیستم‌های آی او اس زیاد بررسی نکردم. خب دوستان، سوال 1 از 13 سوال. Was versteht man unter defensivem Fahren؟ من بعضی اینجا ترجمه هم میکنم لغت ها را، بعضی نکات گرامری را فقط در حد سطحی توضیح میدم که دوستان متوجه بشن. میگه که از یک رانندگی تدافعی چه چیزی استنباط می شود؟ فرشتت از فرشتهن میاد، یعنی فهمیدن. من یعنی شخص. اونتا یعنی تحت یا زیر. دفنسیو یعنی تدافعی. دفنسیون فارن یعنی رانندگی کردن که با اف بزرگ نوشته شده، مصدرشه به عنوان اسم آمده. اونتا داتیو سازه، چون داتیو شده فارن داسه میشه ام میگیره آخر صفتش. دفنسیو وم. خب mit Fehlern anderer rechnen, vorsorglich an jeder Kreuzung anhalten, nicht auf dem eigenen Recht bestehen. خب اینجا میبینید که 2 تا جواب اول و آخر درسته، تیک خورده اینجا. میگه یعنی با روی اشتباهات دیگران حساب کنید. یعنی منظورش اینه که همیشه باید همواره انتظار نداشته باشید که همه درست رانندگی میکنن، بس اشتباهات دیگران را مد نظر بگیرید که ممکنه خطایی داشته باشه. فرزورگلیش یعنی محتاطن، احتیاطن. آن یدا یعنی هر. کرویسون یعنی 4 راه، تقاطع. آن هالتن یعنی توقف کردن. احتیاطاً سر هر 4 راه یا تقاطع توقف کنید. خب این منطقی نیست. nicht auf dem eigenen Recht bestehen یعنی ماندن. اصرار کردن. eigene یعنی مال خود. auf eigenen Recht یعنی حق. auf یعنی روی. auf dem eigenen Recht اینجا auf حالت داتیویش آمده. dem das بوده شده Recht ده بوده شده ده. eigene بوده که یه ان بهش چسبیده. وقتی که آرتیکل تغییر میکنه از حالت اولیه به هر حالتی که در بیاد، صفت بعدش ان یا ان میگیره. این هم در جریان باشید. یعنی همیشه بر حق خودت اصرار نداشته باش. خب سوال دوم. Was kann zu Auffahrunfällen führen؟ یعنی چه چیزی میتواند منجر به تصادف یا برخورد از پشت بشه. Auffahrt
یعنی برخورد از پشت. اون فعل جمع اون فعل، اون فعلن، اون فعل یعنی تصادف، هر نوع تصادفی، حالا حادثه منظورش. کنی از کنن میاد یعنی توانستن، فیغن منجر شدن، یعنی چه چیزی میتواند به برخورد از پشت منجر بشه. اون Aufmerksamkeit یعنی بی‌توجهی. سو دیشتس auffahren یعنی خیلی نزدیک یا سپر به سپر رانندگی کردن. اون erwartet starkes Bremsen یعنی ترمز شدید ناگهانی. خب Aufmerksamkeit یعنی توجه، اون آمده جلوش یعنی بی‌توجهی. دیشت یعنی خیلی چسبیده. auffahren هم گفتم برخورد از عقب، رانندگی از عقب. برمزن یعنی ترمز، حالا ترمز کردن، حالا اینجا به بزرگ آمده به اسم تبدیلش کرده، مصدر فعل. اشتاک یعنی قوی، شدید، چون مصدر فعل ها وقتی اسم میشن آرتیکلشان داسه، پس اشتار کس در واقع اس همون اس داسه که با صفت ترکیب شده اشتار کس. اروارتن یعنی انتظار داشتن، اون آمده جلوش، اون اروارتت یعنی غیر منتظر، انتظار نداشتن. میبینیم که هر سه تا گزینه درسته. سوال 3. Welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren یعنی چگونه رفتاری نمونه از رانندگی پیشبینانه است، پیشبینی کننده است. vorausschauenden یعنی نگاه کردن از پیش. منظورش اینه که هنگام رانندگی رانندگان نه فقط اتومبیل درست جلو خودشان را نگاه میکنن، چند اتومبیل جلوتر را هم زیر نظر میگیرن ببینن چه رفتاری نشان میده. فرهالتن یعنی رفتار، beispielhaft یعنی نمونه بودن، نمونه. für یعنی برای. welches چون فرهالتن داس رفتار مصدرشه، پس اس گرفته. welches das Verhalten، welches Verhalten. دو گزینه اول و دوم درسته. حالا میخوانم. Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation. reagieren یعنی واکنش نشان دادن، möglichst یعنی ممکن، در حد امکان. frühzeitig یعنی زود هنگام. wahrscheinlich یعنی احتمالی. Veränderungen یعنی تغییرات. situation یعنی وضعیت. Verkehr یعنی ترافیک. یعنی من در حد امکان زود هنگام تغییرات احتمالی در Verkehr situation وضعیت ترافیکی را واکنش نشان میدم بهش. خب این درسته، یکی از نشانه های اینجور رانندگی. Ich versuche die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. versuchen یعنی سعی کردن، تلاش کردن. Absicht یعنی قصد، جمعشه. Absichten anderer یعنی دیگران. Verkehrsteilnehmer یعنی شرکت کنندگان. erkennen یعنی تشخیص دادن. میگم من سعی میکنم قصد دیگر شرکت کنندگان در ترافیک را، منظورش اونایی که در حال استفاده از وسایل نقلیه هستن،
دیگر شرکت کنندگان در ترافیک را در حد امکان زود هنگام تشخیص بده. درسته، این هم یکی از نشانه‌های رانندگی پیش بینانه کننده است. بند بعدی که درستم نیست: Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. میگه من بشرنکن یعنی بشرنکن مصدرشه محدود کردن، beobachtung یعنی توجه، دیرکت یعنی مستقیم، درست، مثلا درست در همین جا. فور یعنی اینجا معنی جلو میده، میا یعنی به من یا برای من، فارنده یعنی در حال رانندگی، فارسوی یعنی وسیله نقلیه. یعنی من توجه ترافیکیم را در حد امکان روی خودرویی که یا وسیله نقلیه‌ای که مستقیم جلوی من رانندگی میکند محدود میکنم. قبلا هم گفتم این درست نیست. خب سوال 4. Sie sollen ein ihnen unbekanntes Kraftfahrzeug fahren. Warum müssen sie dabei zunächst besonders vorsichtig sein? میگه که شما میبایست یک خودروی یا وسیله نقلیه موتوری ناشناس را رانندگی کنید. چرا میباید شما ابتدا بخصوص محتاط باشید؟ به خاطر اینی که ich weiß möglicherweise zu wenig über die Besonderheiten im Lenkverhalten, in der Anordnung und der Funktion der Bedienelemente im Bremsverhalten. یعنی حالا زولن یعنی بایستنی که مجبور آدم نیست. موسن اینجا یعنی باید، اینجا یه آدم مجبوره. اینن یعنی مال شما، برای شما. اون بکانت یعنی ناشناس، بکانت یعنی شناخته شده، اون آمده ناشناس. کرافت فارسوی یعنی وسیله نقلیه موتوری. واقوم یعنی چرا، زیک یعنی شمای محترمانه، زونکست یعنی ابتدای امر، besonders یعنی بخصوص، vorsichtig یعنی محتاط، اینجا صفت، زاینم فعل بودنه که بعداً آشنا میشید با کامل حالتهای در واقع صفت صرفش با هر کدام از فاعل ها چه حالتی میگیره. مثلا ich bin. وایس از فعل ویسنه یعنی دانستن، wenig یعنی کم، Besonderheiten یعنی ویژگی های در im Lenkverhalten. لنک یا همون لنکراد یعنی فرمان، فرالتن یعنی رفتار فرمان. Anordnung یعنی مرتب بودن یا درست عمل کردن، اینجا معنی میده. و فونکسیون یعنی عمل. بدین element یعنی عنصرهای
در واقع خدماتی که منظورش همون دکمه ها و دستگیره های کنترل در خودرو، مثلا دستگیره راهنما، چراغ سویچ چراغ ها و بقیه، برف بالکن و منظورش اون کنترلگر هاست. برمز یعنی ترمز، فرهالتن رفتار ترمز. خب همه اینا درست بوده. یعنی من به احتمال زیاد خیلی کم در مورد خصوصیات رفتار فرمان، خصوصیات کنترلگرهای خودرو و همچنین ترمز آن نمیدانم یا خیلی کم میدانم. سوال 5. Sie fahren innerorts hinter einem Fahrzeug mit ortsfremdem Kennzeichen. Was könnten geschehen? میگه شما در داخل شهر innerorts پشت سر یک خودروی یا وسیله نقلیه با شماره کنسایشن شهر محل ناشناس، فرمد، اورت فرمد یعنی محل ناشناس رانندگی میکنید و چه اتفاقی ممکنه بیفته، رخ بده. گشهن یعنی رخ داده. ده فراوسفارنده یعنی او کسی که داره جلو رانندگی میکنه، برمز اون اروارتد ناگهان ممکنه ترمز بگیره. یا درست. betätigt den Blinker vor dem Abbiegen zu spät یعنی چراغ راهنما را قبل از vor dem Abbiegen یعنی خیلی با تأخیر، قبل از خیلی با تأخیر بعد از دور زدن یا بعد از چرخیدن اعمال میکنه. بتتیگن یعنی اعمال کردن، فعال کردن. منظورش اینه که چراغ راهنما را خیلی با تأخیر قبل از دور زدن، درست جایی که میخواد دور بزنه راهنما میزنه. فوردم آبیگن که البته معمولا بایستی حداقل 50 متر قبل از چرخیدن یا دور زدن به قبل یا بعد، قبل از گردش به راست یا چپ چراغ راهنما را فعال کنید. یا اینی که هلت اون اروارتت آن هالتن که یک فعل جدا شدنی است، بعدا این رو یاد میگیریم، یعنی غیر منتظره توقف میکنه. nach dem Weg zu fragen برای اینی که در مورد راه یا مسیر سوال بکنه. هر ستاش درسته. یعنی این رفتارها از یک راننده ناشناس در یک شهر، داخل یک شهر دیگه احتمال رخ دادنش وجود داره. سوال 6. Was sind vermeidbare Behinderungen im fließenden Verkehr? میگه چه رفتارها یا موانع، منظور بهیندر یعنی مانع، مشکل، بهیندرونگن یعنی جمعش موانع یا مشکلات. چه موانع یا اختلالات قابل اجتناب، فرمایدبار یعنی قابل اجتنابی وجود داره در جریان روان ترافیک. فرکر ترافیک، فلیسندن یعنی روان.
میگه چه چیزهای قابل اجتنابی، چه اختلالات قابل اجتنابی ممکنه در ترافیک وجود دارن، یعنی میتونیم حذفشان کنیم، قابل اجتنابه، میتونیم انجامشان ندیم. liegen bleiben wegen Kraftstoffmangel، یعنی در جا ماندن به دلیل کمبود سوخت. خب درسته، رانندگان همیشه باید توجه داشته باشن که باک بنزینشان به اندازه کافی سوخت توش باشه، در غیر صورت ترافیک را مختل میکنن و قاعدتاً مشمول جریمه هستند. Abwürgen des Motors، یعنی خفه کردن موتور. منظورش بعضی وقتا موتور مثلا هست کلاج خوب به اصطلاح عمل نمیکنه، راننده هایی که اصلا خوب عمل نمیکنن، یه دفعه ماشین خاموش میشه. مثلا یه نمونه شد langsam fahren ohne triftigen Grund، یعنی رانندگی آرام بدون دلیل موجه. تریفتیک یعنی قابل قبول، موجه. گروند یعنی دلیل، لنگزام یعنی آرام. هر ستاش از دلایل درستیه که ما این رفتارها را میتونیم ازشان اجتناب بکنیم. سوال 7. Warum darf man nicht unnötig langsam fahren؟ یک جورایی شبیه بند 3 سوال قبل. میگه چرا اشخاص نباید بدون دلیل unnötig غیر ضروری، langsam یعنی آرام، فارم غیر ضروری مجاز نیستن آرام رانندگی بکنن. weil der Verkehrsfluss behindert wird. فلوس یعنی جریان، حالا معنی رودخانه هم میده ولی خب اینجا فلوس. weil یعنی چونکه، behindert یعنی اختلال، مانع. wird یعنی wird از وردن شدن، چون که جریان ترافیک مختل می شود. weil die Gefahr von Auffahrunfällen erhöht wird. Gefahr یعنی خطر، erhöhen یعنی افزایش پیدا کردن، چون که خطر برخورد از پشت، حادثه برخورد از پشت افزایش پیدا می کند. درست. weil nachfolgende zu gefährlichem Überholen verleitet werden. Überholen یعنی سبقت گرفتن، اینجا معنی میده. gefährlich یعنی خطرناک. nachfolgende یعنی کسایی که پشت سر دارن میان، یعنی رانندگان پشت سری. verleitet یعنی تحریک شدن، چون که رانندگان پشت سری به صورت خطرناکی به سبقت گرفتن تحریک می شوند. وردن، هر ستاش درست. سوال 8. Welche Anzeichen warnen während der Fahrt vor aufkommender Müdigkeit؟ welche گفتیم یعنی چه، Anzeichen یعنی علائم یا نشانه ها، warnen یعنی اعلام کردن، اعلام خطر کردن، während یعنی در خلال، در حین، aufkommender یعنی وجود یا
پیش آمدن به پیش می آورند. Müdigkeit یعنی خستگی. میگه چه علائمی هشدار میدهند در حین رانندگی به عنوان علائم خستگی. Verkürzte Reaktionszeit یعنی زمان واکنش کاهش یافته، یعنی راننده به رفتارهای ترافیکی سریع واکنش نشان میده. این غلطه، نشانه خستگی نیست، فقط نشانه هوشیاریه. schwere Augenlider. Auge یعنی چشم، Augen جمعشه. Augenlider منظور همون پلک های چشم، سنگینی پلک های چشم. خب این درسته، پلک های سنگین نشانه خستگی. häufiges Gähnen یعنی خمیازه کشیدن. häufig یعنی بیش از اندازه، مکرر، یعنی خمیازه های بیش از اندازه و مکرر. خب این نوع نشانه خستگی. پس دو بند آخر درست. سوال 9. Welche Folgen kann die Missachtung von Müdigkeitsanzeichen nach sich ziehen؟ میگه چه عواقبی، فولگن یعنی عواقب، فولگ یعنی عاقبت یا نتیجه، فولگن جمعشه. میتواند، چه عواقبی میتواند ناشی از نادیده گرفتن علائم خستگی باشد. میساختون یعنی نادیده گرفتن، بی‌توجهی. Müdigkeitsanzeichen یعنی علائم خستگی. ziehen یعنی منجر شدن، کشیده شدن. حالا اینجا اگر بخوایم ترجمهش بکنیم میگه چه عواقبی میتواند بی‌توجهی به علائم خستگی را به دنبال داشته باشد. به کجا کشیده می شود؟ یعنی نادیده گرفتن عواقب علائم خستگی. 1. کنسنتراسیونسمangel یعنی منگل یعنی کمبود، کنسنتراسیون یعنی تمرکز، کمبود تمرکز، درست. فیلا یعنی خطاهای رانندگی، درست. سکوندن شلاف یعنی خوابهای لحظه‌ای، درست. پس هر ستاش درست. سوال ده. Was ist zu tun, wenn Sie während der Fahrt Anzeichen von Müdigkeit spüren? spüren یعنی احساس کردن. when یعنی وقتی که. میگه چه کار باید کرد وقتی که شما در خلال رانندگی علائم خستگی احساس میکنید؟ خب unverzüglich eine Pause einlegen یعنی سریعا، unverzüglich یعنی بلافاصله یک استراحت انجام بدهید، یعنی استراحت کنید، درست. sich an frischer Luft bewegen یعنی در فضای آزاد، در هوای آزاد، لوفت یعنی هوا، قرار بگیرید. bewegen یعنی یه مقداری حرکت کنید، خودتان در معرض هوای تازه قرار بدهید، منظورش اینه. anregende Musik hören یعنی موزیک های هیجانی، anregend گوش بدید. نه این تأثیری نداره و درست نیست. سوال 11.
Wie wirkt sich Müdigkeit beim Fahren aus? Auswirken یعنی نتیجه در واقع تأثیر داشتن. میگه خستگی چه تأثیری روی رانندگی داره. nachlassende Aufmerksamkeit. nachlassend یعنی از دست دادن، کاهش پیدا کردن، یعنی کاهش یا از دست دادن توجه. eingeschränkte Wahrnehmung. Wahrnehmung یعنی درک، ادراک دورور منظورش اینه، یعنی ادراک محدود. einschränken اینجا eingeschränkte یعنی اسمشه در واقع، صفتشه. verzögerte Reaktion. verzögern گفتیم یعنی تأخیر، اینجا reaktion یعنی واکنش، یعنی واکنش تأخیری. درسته، یکی از حالتهای خستگی آدم با تأخیر یک عمل یا عکس‌العملی را انجام میده. سوال 12. Was kann zum Abkommen von der Fahrbahn führen؟ abkommen یعنی معمولا فعل افعال با آب حالت منفی پیدا میکنن. مثلا abkommen اینجا یعنی خارج شدن از جاده. میگه چه چیزی میتواند به خروج از باند رانندگی منجر شود. führen یعنی منجر شدن، یعنی از جاده خارج بشه. فاربان منظورش همون باند رانندگیه. مثلا در اتوبان ها معمولا 2 یا 3 باند یا 4 باند دارن، یا در جاده های بین شهری معمولی 2 باند رفت و برگشتی دارن، 1 باند رفت 1 باند برگشت. ممکنه راننده حواسش نباشه به دلیلی که ایست دلیلی که آورده از باند خارج میشه. یک بندها رو میخونم. Müdigkeit یعنی خستگی، Ablenkung یعنی حواس پرتی در واقع، اون Aufmerksamkeit یعنی بی‌توجهی. هر ستاش هم از دلایلی که درسته منجر به خروج از باند رانندگی میتونه بشه. سوال 13 از این مرحله و آخرین سوال. Was führt häufig zu schweren Unfällen؟ یعنی چه چیزی به طور معمول، häufig یعنی معمول، اغلب، به تصادف های Unfällen سخت منجر می شود. Eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs یعنی عدم توجه کافی به ترافیک، یا اینکه توجه ناکافی به ترافیک. Einfahren mit zu geringem Abstand. Abstand اینجا یعنی فاصله. gering یعنی کم. سوق آمده جلوش، اینجا این سوق یعنی حالت منفیش میکنه، یعنی خیلی کم، زیاد از نظر منفی بودن. اگر زا بود یعنی خیلی مثبتش میکنه. حالا اینجا یعنی رانندگی با فاصله خیلی کم، منظورش فاصله کم نسبت به خودروها یا وسایل نقلیه جلویی. Ein unangepasste Geschwindigkeit. Anpassend یعنی مناسب،
اون آمده جلوش، منفیش کردیم نامناسب. Geschwindigkeit یعنی سرعت، یعنی سرعت نامناسب و ناسازگار که هر ستاش درست از آخری میتونه باشه که منجر به تصادف میشن عموما اغلب. خب دوستان، این 13 سوال رو در یک ویدیو توانستیم ارائه بدیم. امیدوارم که استفاده ببرید و سعی میکنم که سوالات بعدی را به ترتیب در ویدیوهای جداگانه خدمت شما ارائه بدم. موفق و تندرست باشید. در حد علاقه و توجهتان هم میتونید ویدیو را لایک کنید، کامنت بذارید. سعی بکنید کامنت به آلمانی باشه حتی الامکان، که هم برای زبان آلمانیتان خوبه یادگیریش، هم یوتیوب به کامنت های به زبان آلمانی یا انگلیسی بیشتر امتیاز میده و ویدیو منم امتیاز بیشتری خواهد گرفت. امیدوارم که مفید بوده باشم. خیلی ممنون از توجه شما. تا ویدیو بعدی.